به یه ویدیو جدید. بچه‌ها امروز اومدیم با یه ویدیو خیلی جدید عالی. بچه‌ها ما امروز میخوایم بریم 9 تا از عجیب ترین آیدی های فری فایر رو با هم نگاه کنیم. خب بچه‌ها لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. بدون حرف اضافه بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. خب بچه‌ها بریم اینجا. بچه اولین آیدی میخوایم بچه یه دقیقه بایستین سرچ کنیم اولین آیدی. چه خیلی آیدی غیر عادی ان، حالا در ادامه خودتون میبینید. بچه های داره 190. خب چین اول بنازم بنر ریپاپ. خب بچه بنر ریپاپ اصلا چیزی هم بنر کلن هیپاپو داره، یه دونه پویاپس داره، ولی نگاه کن کلن الیتشو اینجا نیاورده. نول 39 اینجا هم که چیزی نیست. یادم غیراتی آخرینم 30 روز پیش یا بای داده یا هم حتما بند شده دیگه. خب بچه بریم سراغ آیدی بعدی. این معمولی بوده همچین. بچه بریم سراغ آیدی بعدی. آجی بنازم نول 70 یوتیوبری بنازم 23 ساعت پیش. بچه بنازم. خب چیزه. خب بچه ها اینجا نوشته 314 کی لایک. خب بچه ها اینجا این 314 کی لایک داره، مگه مثلا این مکس لایک ها 999 تا نیست؟ چجوری 314 کی لایک داره؟ عجیب. چی بگم عجیبه. خیلی مال رنگ ناره. خب بریم سراغ آیدی بعدی. بچه نگاه کن بچه من دارم فشار میخورم. ببینید من دارم فشار میخورم. لایک ها رو نگاه کنید یه دقیقه. بابا این به قرآن این مکسش 999 داشت. خب نگاه کن ها. نگاه بابا این دیگه به قرآن دیگه بابا نگاه بدیجای بویاپسو خدا داداش عجب پیکسل به بعد. نگاه کن بدیجا داداش. با این بدیجایی که تو پر کردی میتونستی پول یه شهر رو بدی کلا. هی آدم فشار میخوره بچه. نگاه داداش تو اصلا توی فاز دیگه ای به نظرم برادر من. عجب بچه با خدا من نگاه آدم میبینه فشار میخوره. نگاه بدیجا رو برگرده. بچه هر کدومش هم خواستین خودتون برین سرچ کنین. همش هست 2 روز پیش بنازم. بچه بریم سراغ آیدی بعد. یکم واجین. خب بنازم بنر ساکورا 30 روز پیش یا بای داده یا هم که بند شد. خب اینا چیزه فقط اینو گرفتینم.
بچه ها این اینجا الان پر نکرد اینا رو کن. اینا چجوری هنوز اینجا؟ اینا باید الان میرفتن. اینا نباید، این بده جا نباید الان اینجا میبودن. این دیگه به قرآن به گارنا وصله. برادرمی به گارنا وصله. این دیگه چی بگم والا بچه. بریم بچه، بریم سراغ آیدی بعد. خب بچه ها این خیلی رونده بچه ها. کنم 1 6 تا 0 1 ویدار بنازم. بچه ها یه سوال، این الان من اینو سرچ کردم تو چیز یوتیوب، این چجوری وی داره ولی عجیبه بچه. آیدیش هم رونده بچه ها. خب بنازم بچه. ساکرا به بعد بچه ها فوله. اینو این روباه به در نخوره رو نداره. خب بچه ها بریم سراغ آیدی بعدی. نگاه کن، نگاه 5055 کی لایک. عجب بچه دیگه من فشار میخورم بچه ها. این دیگه 1 ساعت پیشم آنلاین بوده. بریم بچه ها سراغ آیدی. خب بچه ها این یکی خیلی روند. 9 تا 6 بناز. نیول 9 بچه ها. این بعد اینجا بابا نباید اینجا باشه برادر من. اینا رو پر نکرده نگرفته، نباید این الان اینجا باشه. نگاه کن 2022 کی لایک. بچه فشار داره بچه. چیز خیلی عجیبی هم نیست. این الیتاش اینجا مونده نبود. بریم سراغ آیدی بعد. بچه هر کدومش هم خواستین نگه دارین. از 30 روز پیش هم آنلاین بوده یا وای داده یا کلن چیز دیگه بند شد. خب بچه این یکی هم مثل اون یکی خیلی رونده. 8 تا 5 خب اینم 30 روز پیش آنلاین بوده یا وای داده یا بند شد. بچه نگاه کن تو رو خدا. نولش کلن 5، گیلدش هم کلن 5، نول 55. نگاه تو چیزو بچه نگاه کن. با تو هم عد نده ایز من. نگاه کن لایک ها رو. ای خدا بابا اینا به گارنا بستن دیگه، حرف دیگه ای ندارم بابا. مرد مومن ای چرا باید خب اینقدر بابا لایک ها مکسش 999 تاست. من میگم اینا به گارنا بستن، شما میگین نه. این دیگه به قرآن ایلومیناینای دیگه. ایلومینا نگاه کن بله نه اینا نگیم دیگه. بریم سراغ آیدی بعد. بچه هر کدومش خواستین خودتون سرچ کنین ببین. نیول 5 بنازم. بالا نمیاره. این الان 100% لایکش هم که هنوز اون کیه 999 نیستی. چرا بالا نمیاره؟ 30 روز پیش آنلاین یا بند شده یا به نظرم بند شده. کنم ماره یه ریتین دیگه است. آره بچه نمیاره، نت هم درست این نمیاره. خب ببین چقدر عجیبه که بالا نمیاد. بریم سراغ آیدی بعدی. بچه آیدی بعدی آیدی آخره. خب فکر کنم این آیدی آخر خیلی جالب باشه. خب نیول 15 30 پیش آنلاین بوده 100% بند شده یا
نگاه بدیجو. یا حضرت فیل. آقا یه پول یه ماشین رو داده به بدیج. حالا لایک و ایناش مهم نیست، لایکش خیلی معمولیه. نگاه کن یه بدیج رو گرفته. نگاه کن اینجاش اومده یه دونه بدیج رو گرفته. این همه نمیدونم 4,000 نمیدونم چنده، اینقدر بدیج پر کرده، پول یه دونه ماشین رو داده به بدیج، بعدش بای داده. چه دیگه عجیبی دیگه. اینم آخرین چیز بود، آیدی بود که سرچ کردیم. بچه ها امیدوارم که نهایت لذت رو از این ویدیو برده باشین. بچه ها لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. بچه ها از این ویدیوها خیلی خیلی در پیش داریم. ببینید دیروزم 11 سابسکرایب شدیم. پستشم که گذاشتم واقعا شاید واسه بعضی خیلی خیلی عدد پایین، ولی من در نوبتم خیلی خوشحالم که مثلا تونستم شما رو هم خوشحال کنم، هم با مثلا ویدیوهای خودم سرگرمتون کنم. بچه ها دوباره میگم لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا یه ویدیو جالب و بال دیگه، خدا نگهدار.